سلام. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. منم سامان. ببینید چه جوری شروع شد دیگه ویدیو. امروز با یه چالش اومدیم، همونی که خیلی دوست دارید. چالش گفتن راز. چه رازهایی که نداره. در واقع چالش نگفتن راز. آره. نه باید بگی دیگه. من میگم من یه کارایی میخوام بکنم که دوباره میخوام لوش بدم. خدا بخیر بگذرونه. خوبی؟ من خیلی خوبم. پس بچه قبل از اینکه شروع بکنیم حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله یادتون نره. برامونم نظر بنویسید. خیلی دوستتون داریم ما. اینو تهش آخرشه. من کلا خب بریم که امروز قراره ببازیم. چه حرف من تکرار میکنیم؟ چه حرف من تکرار میکنیم؟ عجب. مشو عجب. یه وجب. خب شروع کنیم. در رشد بیار جلو بیاد بگم. کی گفته اول تو میتونی شروع کنی؟ شروع کنی؟ چرا نه تو؟ باشه با من میتونم این میبازه و اصلا یه سنگ کاغذ قشی. سنگ کاغذ قشی. سنگ کاغذ دیرتر میاره ها. سنگ کاغذ قشی. بازم دیر آورد. میبینی؟ تو از اولم خواستی شروع کنی دیگه. بگو. الان من بگی هول شدی چرا؟ بیا من در گوشت بگم بعد تایمر رو بزن. اوکی. در حد تخمین. بزن. بچه بوده خیلی کوچیک بوده تو باشه مامانش میاره. ایشو گفتی؟ ول کردی دستتو گفتم. می‌خواستی ول نکنی. فکر کردی الان مثلا اینجوری دستتو ول کنی من اونجوری قبلش گفته بودم نمیگم دیگه. خیلی بیشتر. بعد تا 15 ساله نگه من جبران نکنم من نیستم. چند ساله تو؟ خب بچه بودم دیگه. بچه باشه قنداقی یا پوشکی نبودی 6 سالم بود. هی بهشون اصرار کردم بریم خونه، اونا هم نرفتن. منم دست خودم نبود. نکن لج کردی. نه خیرم. راست شو بگو. نه خیرم. لج نکردم. خیلی خب یه تایمتو بگیر. هر جوری بگیر که من ببینم. باشه من لحظه‌ای که چیز کردی گفتم بگو در گوشم. 1 2 3 بچه بوده شاشیده داشتن مدرسه برگشت شاشیده 15 ثانیه تمام شد. خب تمام شد نباید بگی دیگه. نباید بگی. گفتم. نه دیگه نه تکرارش کنی. دیدین گفتم دیدین آبروشو بردم. اونو با آبروی من بازی می‌کنی. بچه بوده شاشیده. چند سالت بودم مدرسه برمیگشتی؟ اصلا هیچ مهم اینه که هیچ کسی متوجه نشد. ولی خب تو نمیداد اومدی خونه؟ نه بذار بگم چه جوری بود که اصلا هیچ کس نفهمید. بارون میومد خیلی شدید. یعنی قشنگ انگار شلنگ باز کردن رو تمام خیس بود. تو هم شیلنگا پایین شیلو کردی. خیلی رشوه داشتن. ولی سنش بالا بودا. نه چقدر بالا بود. دیگه از من بالاتر بودی. من مدرسه نمیرفتم تو ماشین بابامون کارو کردم. 6 ساله تو خجالت بکش. تو که مدرسه میرفت. مهم اینه هیچ کی نفهمید. یه سال من حداقل کاملا خیس بودم. حداقل یه سال من بزرگتری. اگه میتونی اینو بگی. های شروع شد. آقا به موهام چیکار داری؟ هم خوب بشنوی دیگه. کفتری کردی. بازم زدم. چرا من نگفته بودی؟ تایمر بگی. 8 7 6 5 4 3 2 تموم شد. چرا ازشی بگم؟ چرا تا الان من نگفته بودی؟ چرا واقعا؟ چجوری میتونم؟ یعنی دلت به حال اون
دوستی 20 چند سالمون نمیسوزه. انقدر اینا رو کنجکاو نکن، فردا میگن یه ویدیو دیگه بسازیم اونو لو بدیم. انقدر اینا رو کنجکاو نکن. میگم بالاخره میگم بهتون. بچه این ویدیو رو اگه 100 تا لایک بکنید پارت سومش رو میذارم و مطمئن باشید که هر رازی به من بگه ولی اینه که بهتون به چه قیمتی؟ میگم بهتون. بچه این ویدیو رو 100 تا لایک بکنید حتما میگم. بگو در گوشم چیزی داری بگو. دیدین چه جوری گرفته بود من؟ حالا من که خنده داشتم میمردم نمیتونستم بگم. میگوزید اصلا یه دو سه. دستتو بکش. 17 18 ول کنم. آها اوکی. به خدا داشتم خفه میشم. نه من چه گرفته بود؟ ها راست میگی. این اتفاق میفته چی؟ گوشیشو انداز زمین قهوه شد. دروغ میگی. دیگه بین خودمون بمونه دیگه بین خودمون باشه دیگه. ولی خیلی نترسی جرأت داری ها. بچه بذار بگم. نه نمیتونی بگی. آره این جز قوانین بازی نمیتونی بگی. اشکال نداره من شب اصلا خوابم نمیبره با این چیزی که گفت. خیلی بهش فکر صحبت میکنم شب با یه چیز دیگه همچنان یک میبینم که داری میبازی. یک بله اینو بگی دستت. یه چیز میخوام در گوشت بگم خیلی خوبه. این همه حرف نگفته کجا مونده؟ این همه حرف نگفته کجا مونده؟ بزن ببین بیا ببینم پارتنر رو. بیا ببینم. 3 2 1 خیلی محکم میگیره ها. فکر کنم رد انگشتش رو صورتم کردم. چقدر از میکاپ پشت اینجوری گرفته منو. دوست میدارم. دهنم بگیرم دهنم سرویس میکنم. یه جوری میگیرمش که نتونه بگه حداقل مساوی بشیم. باشه؟ از کی میترسی؟ استفان جزم؟ نگاه کنید خودش کاملا به من گفت جرزم. من میخوام ثابت کنم جرزم میگه. بریم شما میخوای بکنی؟ بریم میفهمم. بیا عزیزم بیا. بچه شرایط بحرانیه ها. نمیدونه اگر ببین چقدر گرم کاری داره که این گفت بخواد جرزنی بکنه. من بیترسم چیزی بهش. چرا همه میترسی؟ بیا که این هم من مجازاته. کی الان جرزنه؟ چنگت میندازم بخوای با اینها خوناش هست قاشروقه میخواد چنگ میندازه. بریم 1 2 3 چی کار کردی؟ اوه بچه بوده آجیل میدوزه میخوره. یه بچه که اونها 15 تموم آجیل در این حد جرزنی؟ ببینم آجیل فکرت میرسه با چی چیز کردی؟ ببینم بده مدرک جرم. بچه ها وایسید مدرک جرم خودش هم قشنگ نشون میده بهتون. بهاره اینجوری خیلی دوستتون داریم ما با این بچه این مدرک جرم دوباره گوشی اینا معلومه این مدرک جرم با این ورش این آجیل میدوزه میخوره. این کلاس سوم اینجوری شده. این کلاس سوم اینجوری شده. دزدیدن چه خجالت بکش. خونه مردم وقتی نقاشی رو کف رفتی بغل یارو بغل دستت تو چه برسه مردم خونشون خوابن میگه حالا چیزی میخوردی. نه خیرم خونه مردم نبود. خونه کی بود؟
الان من باختم. آقا این سری چرا اینجوری شده؟ همش دارم میپاسه. آره دیگه اومدی به خودت مغرور شدی، منو مجازات کردی، آب اون مجازات ها گرفت. همش میبازی. بچه ها یادتون نه این دفعه با بهار مجازات داریم ها. بیاین قشنگ کامنت کنید. خب مجازات خوب تکراری نباشه، برازندش باشه، بهش بیاد لذت ببره. بیاین به من بگید، منم که به خوبی اجرا میکنم. بچه ها لطفا قلقلک و فلک رو نگید دیگه، خواهش میکنم. چرا بدت میاد؟ نه دیگه اونا رو اجرا کردیم دیگه. من فلک شدم، تو هم قلقلک شدی. باشه بچه‌ها، من منتظر کامنتاتون هستم. هر چی زودتر و قشنگتر کامنت بذارید، منم مجازات زودتر براتون آماده میکنم. بچه‌ها همونطور که در جریان بچه‌ها همونطور که در جریان هستیم، خیلی دوستتون دارم. این ویدیو رو حتما دوستتون داریم. پس حتما این ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید برامون. تو رو خدا رو نزن به من دیگه، بده به من. تو بزنی من نزنم. لایک یادتون نره.